خوش اومدین رفقا به این ویدیو. خیلی اعصابم خورده، خیلی زیاد واقعا اعصابم خورده. همین ابتدای ویدیو ازتون عذرخواهی میکنم اگه قراره که یک سری از جنبه های من رو ببینید که شاید توی ویدیوهای دیگه ندیدین. خیلی سعی میکنم خودم رو کنترل بکنم، خیلی سعی میکنم منطقی واقعا به موضوع نگاه بکنم تا جایی که میشه، ولی واقعا بازی امشب اورتون منچستر یونایتد برای من هوادار منچستر یونایتد خیلی جنس شبیه بازی گریمزبی بود از خیلی جهات، و از خیلی جهات واقعا میشه انتقاد کرد. حالا میریم روی تصاویر صحبت میکنیم، آمار رو نگاه میکنیم، کما اینکه میگم مثلا شرایط جدول به یه شکلی بود که یه برد قشنگ میتونست ما رو بیاره بکنه جز 5-6 تا تیم بالای جدول، ولی فکر میکنم که شاید کل فصل اونور شد تو این بازی خلاصه میشه. نمیخوام خیلی ناامیدانه واقعا نگاه بکنم، شاید الان واقعا بعد از بازی اون بحث ریسنسی بایسه هست که چون دقیقا دارم بعد از بازی یه رو پیش بازی تموم شد این ویدیو رو براتون ضبط میکنم، یه کمی شاید اون ناامیدیه توی صدا موج بزنه. معمولا من آدمی نیستم که بخوام به این شکل باشم، ولی میگم یعنی دوستان واقعا یه سری تپه های جدیدی در این بازی آفریدن که خیلی جای انتقاد داره و خیلی میشه راجبش صحبت کرد. هم در رابطه با آموریم یه سری انتقاداتی رو میشه انجام داد، هم در رابطه با بازیکن‌ها و ذهنیت بازیکن‌ها که خب این تیم اورتون تا وقتی 11 نفره بود داشتی بازی رو میدیدیم، مثلا تو 10-15 دقیقه اول هیچ برنامه‌ای نمی‌بینی از این تیم. یعنی اصلا مشخصه که آقا این تیم اومده و همه هدفش اینه که یه مساوی بگیره بره دیگه. یه تیم 13 14 جدولی همینه دیگه. از اورتون که سراغ نداری که بیاد تو رو تحت فشار قرار بده به اون شکل. آقا تیمه میخواد بیاد که ضد حمله بزنه، اصلا از قبل از اینکه 10 نفره بشه مشخصه. و تو بازی رو نمیتونی کنترل بکنی، نمیتونی ریتم بازی رو به دست بگیری. چیزی که تو این فصل نقطه قوتت بوده تو این بازی نتونستی درست انجام بدی. اون عملکرد خوب 10-20 دقیقه اولی که ما از منچستر سراغ داشتیم تو این بازی کجا بود واقعا؟ یعنی حالا میریم مومنتوم بازی ما هم نگاه میکنیم، مثلا توی دقایق بازی رو اصلا ول کردن دوستان، تک تک دوئل ها رو میباختن. حالا راجع به بازیکن ها صحبت میکنیم، اساتید زرکسی و مینو که واقعا ای کاش که یه سری از حرکت ها رو انجام نمیدادن و بعد میومدن انتقاد میکردن که آقا چرا بازی به ما نمیرسه. چون اون حرکت ها رو انجام میدن منم مجبور میشم توی همچین ویدیویی بیام شیلنگو بگیرم روشون. خیلی عذر میخوام واقعا، میگم من خیلی بچه‌ها عصبی ام و تا جایی که میشه سعی میکنم که منطقی به اوضاع نگاه کنم، ولی میگم یه سری کارایی انجام میدن که اصلا نمیشه منطقی به اوضاع نگاه کرد. اصلا بازی نبود که منطقی بخواد پیش بره. یعنی این تیم اورتون اومده بازیکنش همه تلاششو کرده، اخراج شده، هدیه رو 2 دستی برات فرستاده، آقای منچستر بیا خیمه بزن روی دروازه من، بیا شوت بزن، بیا موقعیت ایجاد بکن. بعد اساتید چجوری جواب میده؟ من نمیدونم واقعا این چه عمل کردیه که ما کار رو باید به شدت بیایم برای خودمون سخت بکنیم. این وضعیت خط هافبک ما روی گله، شما فاصله کاسیمیرو و برونو رو نگاه بکنید تو این صحنه چه طرزه. حالا اصلا این هیچی، اینو کاری نداریم. جلوتر که میره آی برونو، شما به عنوان بزرگ تیم، به عنوان بازیکن با تجربه تیم، نه خطا نمی‌کنیم، میذاریم بازیکن همینجوری بره جلو. اصلا انگار نه انگار که ما هفته پیش توی همچین صحنه، هفته پیش که میگم علاوه بازی که با تاتنهام داشتیم، اصلا روی همچین صحنه گل نخوردیم دیگه. اصلا روی همچین صحنه ما مجازات نشدیم که اینقدر راحت اجازه میدیم کلا 2 تا هافبک اون وسط هستن، توپ از این 2 تا هافبک رد بشه موقعیت ایجاد میشه دیگه، یا میشه موقعیت شوت یا میشه موقعیت پاس تو عمق. یه زمانی اوگارته میاد این اشتباه رو انجام میده، میگم اوگارته است دیگه، انتظاری ازش نمیره دیگه. حالا هر صفتی هم میشه برای اوگارته استفاده کرد. برونو جان عزیز دل، شما کاپیتان تیمی، شما بازیکن با تجربه تیمی، شما بازیکنی هستی که کوین دی بروینه اومده ازت تعریف کرده. حالا اصلا کاری ندارم که چندین و چند موقعیت فقط تو همین بازی خراب کردی، اصلا کاری به این موضوع ندارم، اونا به کنار. توی همچین صحنه
توی همچین صحنه مهمی نمیای خطا بکنی؟ نه، میذاریم راحت بازیکن بیاد جلو و اینم عملکرد دفاعمونه دیگه. یعنی لنی یورو هم که پا میندازه و خیلی راحت بازیکن اورتون ضربهشو هم میزنه و ما گل هم میخوریم تو این صحنه از یه تیم 10 نفره. چجوری دیگه کارو برای خودمون بیایم سخت بکنیم به معنای واقعی کلمه؟ من نمیدونم چرا واقعا باید همچین کاری انجام بدیم. من تو کامیونیتی انگلیسی میبینم ملت مینویسن waiting for Manchester United players to turn opponent's team to prime رونالدو. واقعا همینه دیگه، یعنی همه بازیکناشونو میکنیم پرایم رونالدو، اونم توی همچین بازی. خب تو وقتی همچین بازی رو نمیبری عزیز دل، جایگاهت همین جایی هست که الان هستی، همون 10ام 11ام، یه زمانایی هم حال میدی به هوادارات، میای 7م 8م هم میشی. چه فایده ولی؟ یعنی تیم اورتونی که تو کل بازی همون یه دونه موقعیت رو داشت، آمارم همینو میگه، آقا اینا نمیتونن موقعیت بسازن. نه، دست پاچه عمل بکنیم، سریع عجول پاس بدیم به بازیکن‌ها. پاس دوم حتما هم باید 600,000 بار 1 و 2 بکنیم. من این جریان 1 و 2 بین مثلا بازیکن‌ها رو نمیفهمیدم که چه اصراری به پاس تک ضرب بود. خب شما که نمیتونین این کار انجام بدین، برای چی روش اصرار دارین؟ پاس بدیم به زرکسی حتما پاس دومو برسونه. ماشاءالله زرکسی هم که کلا فوتبال یادش رفته بود امشب. چه اصراریه رو این حرکت، من اینو درک نمی‌کنم. خب میایم کارو برای خودمون سخت میکنیم، بعد حالا تازه اون موقع یادمون میاد که اوکی حالا بیایم فوتبال هم بازی بکنیم دیگه، بیایم حالا شوت بزنیم سمت دروازه‌بان حریف، که پیکفورد رو هم فقط داشتیم گرمش میکردیم برای بازیایی که برای تیم ملی انگلیس داره. خدا رو شکر توخل هم توی ورزشگاه بود دیگه، من خیلی خیالم راحت شد که حتما پیکفورد دروازه‌بان ثابت تیم ملی انگلیس میشه. واقعا ثواب دنیا و آخرت اینجا در این زمینه میرسه با بازیکن‌های منچستر که همه عزمشون رو جذب کرده بودن که انواع و اقسام واکنش‌ها و دایوهای دروازه‌بان اورتون رو به آقای توخل نشون بدن و مطمئن بشن که ایشون جایگاهش در تیم ملی ثابته. و در این زمینه واقعا یه بازیکن دیگه که در نیمه دوم برای تیم ما خیلی عملکرد مثبتی داشت و خیلی قوی عمل کرد در این زمینه، فکر می‌کنم کوبی مینو بود دیگه. یعنی از وقتی اومد به بازی حالا مثلا 25 تا پاس داده، آمار 85% مال پاس صحیح هم برای ثبت میشه. بعد میری بازی رو نگاه میکنی همش پاس ارزیه، پاسو بگیرم یه نگاه به بالا بکنم پاسو بدم به برونو. تهش همینه دیگه. یعنی فوتبال مثلا حرکت رو به جلو و کری کردن و تو سر توپ و بدن اومدن و اینا نیست. نه، من فقط توپو بگیرم پاسو بدم به برونو، بعدش هم میرم یه استوری میذارم از وزن زدن. حالا 2 تا مثلا اسکات هم زدم، نهایتش 35 کیلو 40 کیلو، ماشاءالله بدن خیلی عجیب غریبی هم که نداره. یکی مثلا استوری وزنه میاد میذاره، میگی طرف داره تمرین میکنه مثلا گین آورده داره وزن اضافه میکنه. بابا شما بازیکن فوتبالی قربون شکلت، اون چابکیت مهمه نه اون وزنه ای که داری میزنی. این اکثر رو 3 هفته پیش گذاشته بود دیگه، 1 ماه پیش بود، تو کانال تلگرام یونایتد تیوی فارسی بچه‌ها زحمتشو کشیدن که من چقدر سخت کوشم دیگه. الگومم مایکل بی جردن فیلم کرید رو هم نشستم نگاه کردم دیگه، اصلا سخت کوشی منو گرفته. مردشور ریخت و قیافه روبن آموری من ببرن که جلوی پیشرفت من و رفتن به تیم ملی انگلیس رو گرفته. این مربی واقعا ظالم، این شمر زمونه. حالا راجع به آموری هم صحبت میکنیم، اونم امشب با اون تعویضی که دالر رو آورد جای دورگو دهن منو باز گذاشته. خب اینه آی مینو، واقعا اینه. حداقل ای کاش که اون استوریا رو نمیذاشتی، ای کاش که هفته‌ای 2 بار خبر لیک نمی‌کردی به امثال مثلا یونایتد استند که بیان خبر کار بکنن که وای بچه‌مون کوبی مینو اصلا داره استعدادش تلف میشه در این تیم، چرا دقایق بیشتری روبن آموریم بهش نمیده. روبن آموریم کی دیگه دقایق بیشتری بهش بده؟ وقتی جلو اورتون تو نمیتونی خودتو ثابت بکنی، جلو منسیتی میخوای بیای بازی بکنی؟ الان شما خودتون بر بچه‌هایی که بازیای امثال ادم وارتون و اندرسون و رایس رو دیدین، به نظرتون مینو تو اون تیم ملی جایی داره؟ خدا رو شکر که توخل امشب توی ورزشگاه بود دیگه، یعنی عملکرد این بازیکن‌ها رو دید، من خیالم راحت شد از این زمینه. نه بابا جان، سخت کوشی به این داستانا نیست.
از جای دیگه ای باید کارو درست بکنی، ذهنیتت رو باید درست بکنی. تو ذهنیتت سمت همون امثال گارناچو و راشفورد، به همون سمت هم برو، ایشالله که اتفاقای خیلی مثبتی هم برات میفته. چیو واقعا بیایم بشینیم آنالیز بکنیم؟ و چه تعویضی بود آموریم انجام داد؟ واقعا من نمیفهمم. من به عنوان کسی که همیشه سعی کردم تو اون شرایط سخت بیام از مربی حمایت بکنم، این چه تعویضی بود؟ وقتی تیمت به حمله نیاز داره، دورگو هم کارتی هم که نگرفته بود تا جایی که من حواسم به بازی بود. حالا نمیدونم اگه من اشتباه میکنم بیاین بگین. حتی اگه کارت داشته باشه، یعنی دالو بیشتر میتونه نسبت به دورگو بیاد کمک بکنه وقتی تو تیمت عقبه. حداقل اون که با پا چپش میتونه بره یه 2 سانت بکنه، اونم نیمه اول گند زده بود. کاری ندارم که امشب اصلا همه بازیکن‌ها دیگه وقتی امبومو برونو 2 پاس درست نمیدن که بزرگای تیم حساب میشن، از بقیه انتظاری نیست واقعا. یعنی من خودم درسته از زرکسی و مینو انتظاری ندارم، بحث سر اینه که اونا خودشون دلشون میخواد که بیان همچین حرفایی راجبشون بزنیم. ولی واقعا اون چه تعویضی بود آقای آموریم که اومدی انجام دادی؟ مثلا دالو چه چیزی تو این دقیقه اضافه میکنه به تیمت؟ آقا نکن، تعویض نکن. تعویض نکنی کمتر بهت انتقاد میکنه. مگه اینکه واقعا به خاطر اون نسبت فامیلیه باشه دیگه حالا چون فامیل هستیم و شب عید قرار هم دیگه رو ببینیم، یه موقع خدایی نکرده از دست ما ناراحت نشه، پس فرا بره به مامان بزرگ بگه به ما عیدی ندن مثلا. نمیفهمم واقعا دلیلشو نمیفهمم. این چه تعویضی بود؟ من الان چیه این بیام دفاع بکنم؟ اینم دارم برای بچه‌ها میگم که میگن فقط یاد گرفتی از آموریم دفاع بکنی. انگار مثلا من از آموریم دفاع بکنم چپ و راست پول میاد به حسابم. خوشم میاد تا ساعت 2 نصف شب بشینم بعد از این بازی مزخرفی که از این تیم دیدم تو این شرایط مملکت بیام بشینم و از آموریم تعریف بکنم. انقدر من بیکار هستم در زندگیم. چه تعویضی بود؟ چی کار کرد دالو توی دقایقی که تو بازی من نمیفهمیدم. مثلا میگفتم که اوکی حالا دورگو خسته بوده، به خاطر همینم دالو رو جاش آورده. اونجوری که دورگو اسپرینت زد از اون ور زمین اومد این ور زمین استارت زد، دالو تو همون 30 دقیقه‌ای که بازی کرد همچین کاری انجام نداد. بعد میریم آمار بازی رو نگاه میکنیم، 25 تا شوت تیم زده. یعنی واقعا چه شوتایی؟ 4 تاش کلا تو چارچوب بود. اصلا حرفی نمیمونه واقعا. آدم نمیدونه باید چه انتظاری داشته باشه. آقا با این طرز بازی شما جایگاهت همین جاه، بالاتر از این نمیری. این بازی ها رو باید ببری. این 3 امتیازها هست که باید به دست بیاری. زورم از این میگیره که این اورتون هیچی نداشت. یعنی از بازی با گریمزبی هم بچه‌ها به نظر من بدتر بود. حداقل اونا با اینکه فوتبال حرفه‌ای حالیشون نبود و اصلا بازیکنای حرفه‌ای نبودن، اضافه وزن و داخلشون میدیدی، امکاناتی هم نداره اون تیم گریمزبی، اومد و اون شجاعت رو نشون داد. این تیم اورتون همونو هم نداشت. یعنی تا موقعی که 11 نفره بودن که مزخرف بودن، فقط موقعی که 10 نفرشون، من فکر می‌کنم مشکلشون هم بازیکنشون بود احتمالاً. هیچ کاری نکردن. اصلا پلن مشخصه. چجوری نمیتونین؟ یه انتقاد دیگه‌ای که میشه کرد آقای آموریم، حتما باید دقیقه 90 باشه که دلیخت بکوبه از دفاع بره جلو. حتما باید دقیقه 90 بشه. مثلا اگه دقیقه 80 دلیخت بره اضافه بشه، وقتی اینقدر توی همچین بازی شروع میکنیم به سانت کردن، نکته خنده‌دارش اینه تا موقعی که ششکو هست یه دونه سانت هم نمیکشیم رو سر این بچه. بعد میایم انتقاد میکنیم، میگیم با ششکو مهاجم از توش در نمیاد. یه دونه سانتر درست حسابی تو این چند هفته اخیر غیر از اون سانتر حالا بازی با برنتفورد که فکر کنم دورگو فرستاد، یه دونه سانتر درست حسابی نمیکشیم رو سر ششکو. بعد میایم بهش هم انتقادم میکنیم. بعد تو این بازی تو همین بازی که ششکو نیست، برای بچه‌ها همه تبدیل میشن به پرایم دیوید بکام و توپا رو همه رو میفرستن اونجایی که باید بفرستن.
ولی حتما باید دقیقه 90 بشه که دلیخت بره جلو. یعنی اگر مثلا 89 یا مثلا 80 یا 75 میبینی تیم تاکتیک دیگه ای نداره دیگه، خب نباید دلیخت رو از همون موقع بفرستیم جلو. آقا حالا یه حمله برو، 2 دقیقه نرو، دوباره حمله مثلا بعدی رو برو، یه حمله در میون برو جلو. تو که اول و آخرش میخوای بری جلو دیگه. یکیچ حتی یک هم بچا شده بود، من همین حرفا رو میومدم میزدم. اگه بازی 1-1 هم شده بود از عمق فاجعه کم نمیکرد چیزیو. وقتی مزخرفی یه اشتباه میکنی خودتو میندازی تو چاه، 100 نفر نمیتونن بیان بکشنت بیرون. انتقاد اصلی اینه که اصلا چرا میذاری کار به همچین جایی بکشه مقابل همچین تیمی. حالا برو 50 تا موقعیت درست کن که 6 تاش تو چارچوب باشه، چه فایده؟ وقتی گل نمیزنی چه فایده؟ وقتی ذهنیت این بازیکن‌ها خرابه چه فایده؟ چند بار تو نیمه اول پاس یه توپ میرسید به زرکسی، پاس اشتباه میداد، برونو پاس اشتباه میده، 1 و 2 که هماهنگ نشده است. تو کل هفته‌های اخیر ما این داستان ندیدیم، یه دفعه عد تو همین بازی 1 و 2 کنیم، حرکت‌های ترکیبی انجام بدیم. این ذهنیت از کجا میاد؟ همون دیگه، خب بلد نیست ذهنیت اینو نداری، ذهنیت برنده نداری که آقا وقتی تیم حریف اخراجی داده بیای آرامشتو حفظ کنی، بیای بازیو به دست بگیری. وقتی امثال چلسی و لیورپول اون شکلی میبری، خب اورتون هم باید این شکلی ببری دیگه. بازی با چلسی هم همین شکلی بود دیگه، چلسی اخراجی داد اومدی گل زدی. چرا اسمشون متفاوته؟ چلسی باشه همه برای بچه‌ها میان که فوتبال بازی کنن، اگه اورتون باشه فوتبال بازی نمی‌کنی. همینه، لیاقت همینه. تا وقتی این تفکر باشه، این طرز بازی باشه، همینه. هرسشو باید من بخورم که تو این مملکت دارم سختی میکشم، امثال من و شما باید بخوریم که تو این مملکت داریم سختی میکشیم. بعد اینو دارم میگم که نیاید دیگه دفاع بکنید از زرکسی و مینوها، اینو از این بابت دارم میگم. یعنی واقعا تو کامنت ها نبینم این داستانو. هر کسی میتونه بیاد نظر بده، خواهشاً راجع به این دوتا واقعا نیاید نظر بدید که آقا فلانی آشغاله. الان توی همچین بازیای واقعا باعث میشه قدر مثلا کنیا رو ما بیشتر بدونیم. نه اینم جدول. دمت گرم واقعا منچستر یونایتد، خیلی خوشگل اجازه دادی که تاتنهام بالا سرت باشه با این طرز بازی و اورتون هم 18 امتیازی بشه. همینه دیگه. هفته دیگه هم که با کریستال پالاس. حالا هفته دیگه دوستان دوباره یادشون میاد که چجوری باید فوتبال بازی کنه. آنالیز تصویری نمی‌کنم دیگه، واقعا آنالیز تصویری نداره. در حد ریاکشن اولیه اومدم صحبت کردم. ببخشید اگه خیلی پر محتوا نبود، ولی این تیم منچستر یونایتد هم همینه فعلا. یعنی با این سبک بازی تیم منچستر یونایتد هم محتوایی نداره که بخوای بشینی آنالیز بکنی تا وقتی اینا ذهنیتشون این شکلیه. تیم حریف 2 تا حرکت درست انجام نداده، پنیک میزنیم از همون اول بازی. وای توپو از دست دادیم، وای تو سر توپ خوردیم. یه دونه دوئل رو نتونستن اینا نیمه اول ببرن. یه دونه دوئل، یه صحنه پیدا کنید یه دوئل و برونو مثلا تو سر توپ نخورد، کاسیمیرو تو سر توپ نخورد. اون طرز دفاع لنیورو رو گل دیگه. ذهنیت اینه دیگه، شل کنیم آقا، شل. تایم داریم. دقیقه چنده؟ دقیقه 20 اخراجی دادن، تا دلت بخواد تایم داریم. حکایت مثلا منم میخوام کار انجام بدم میگم فعلا تایم دارم، بعد میرسه دقیقه آخر میزنم تو سر خودم میگم الان چی کار بکنم دیگه. خب یعنی فرق من جوون ایرانی و تیم منچستر یونایتد و بازیکن منچستر تو این زمینش فرقی نداریم. تا دقیقه آخر باید بشینیم و هیچ کاری انجام ندیم و فقط بزنیم تو سر خودمون. بعد تازه یادمون بیاد که دقیقه 91 دلیخت بره جلو، مثلا از 80 اگر ببریمش جلو واقعا آسمون به زمین میرسه دیگه.
مراقب خودتون باشین. حتما نظراتتون تو کامنت بهم بگین. مشتاقم نظراتتون رو بشنوم و مرسی که تا اینجا ویدیو من همراه بودین. مراقب خودتون باشین.